توی این ویدیو 24 ساعت از زندگی واقعی منو تقریبا بدون سانسور میبینیم. پس از یک صبح تا شب، یعنی از رفتن به باشگاه تا کار کردن و خوابیدن و با هم دیگه میبینیم. امروز ساعت 7:30 صبح بلند شدم و اصلا حال گرفتن این ولاگ نبود و میخواستم کلا بیخیالش بشم، ولی دکمه استارتشو زدم. اولین کاری که میکنم همیشه در کنار نظافتایی که دارم 100% صورتمو با صابون باید بشونم و این عادتمه. بعدش میرم یه آب جوش میذارم و بعد از اینکه آب جوشید 2 تا قهوه دوبل آماده میکنم. اما از اونجایی که میدونستیم امروز میخوایم مثل سگ پا بزنیم، یه نصف موزم کنارش واسه احتیاط خوردیم. من همه ایده ها و کارهایی که باید فردا انجام بدم و روی تخته می نویسم، یعنی کارهایی که دیشب نوشتم و بعد امروز بکنم. پس قبل از اینکه برم باشگاه حتما بهشون نگاه میکنم تا یادم باشه بعد باشگاه باید چیکار کنم. اول رفتم یه دونه لباس بردارم بپوشم، دیدم این لباس توسیه اصلا بهم نمیاد و خیلی هم پوشیدمش و حالشو اصلا ندارم. پس رفتم یه دونه لباس سربازی و جنگی برداشتم چون قرار بود یه پای سگی بزنیم. اسنپو گرفتیم و سوار اسنپ شدیم و باز دوباره داستان همیشگی، اما این بار دیگه بلد بودم چجوری از زیرش در برم. دیر گفتی شما چون واسه همه آنلاین میزنیم همه مشکلی نداره. بابا آقا اسنپ 3 تا راه گذاشته من واریز بکنم دیگه، اینجوری بزن اونجوری بزن لغو بزن دیگه، چیه این کارا رو نکنینا، مودتون میزنن. حالا این حرفا رو ولش کن، به ادامه این مسیر میپردازیم. امروز هوا خیلی خوب بود، حتی یه دونه ابرم به زور تو هوا دیده میشد. خلاصه که بسی لذت بردیم. بعد از 10 دقیقه بالاخره به باشگاه رسیدیم و رفتیم داخل. البته نه مثل خر، باشگاه بسی شلوغ و جنگ زده بود، طوری که تا حالا اینجوری باشگاه رو ندیده بودم. اینقدر که آدم اومده بودن آدم فکر می‌کرد راهپیماییه. منم که مثل همیشه به خاطر نبود کیت النصر یه تیپ مسی فن پسند زده بودم و اومده بودم واسه تمرینمون رو ساعت 8:30 ما جلو پا دستگاه شروع کردیم و 3 تا ست ازش مثل سگ زدیم. بعد از فشارهای فراوان رفتیم سراغ پشت پا، اینم مثل سگ 3 ست زدیم. بعدش رفتیم سراغ هاگ. خیلی وقت بود هاگ نزده بودم و اصلا یادم نبود که هاگ قرار پدرمون رو در بیاره. بعد از اینکه 3 تا ست زدیم و قرار بود تازه بریم سراغ ساق پا، خیلی حالم بد شد. خدا رو شکر خورما داشتیم از تو کیف در آوردیم خوردیم و رفتیم روی دوچرخه نشستیم. یه ذره حالم جا اومد و بعدش رفتم تازه سراغ تردمیل. اما همش عذاب وجدان اینو داشتم که ساق پا نزدم، ولی واقعا نمیتونستم. من معمولا تردمیلا رو تا 20 دقیقه میذارم چون معمولا صاحب باشگاه میگن 20 دقیقه بیشتر نزنین، ولی اینجا که اومدیم خیلی بهمون گیر ندادن. معمولا 2 دقیقه اول راه میرم یا نرم دوی میکنم، بعد شروع میکنم مثل چی دویدن روی 7.5 8.5 یانو. امروزم دقیقاً همین کارو کردم و نزدیک 2.5 کیلومتر دویدم، در حدی که عرقم بد در اومد. رفتیم لباس و اینا رو پوشیدیم و من معمولا بعد از اینکه لباس و اینا رو میپوشم و از باشگاه میام بیرون، اسنپ میگیرم میرم وسط شهر و اگه خرید داشته باشیم واسه یه خونه انجام میدم، اگرم نداشته باشیم و خودمون خرید داشته باشیم بازم اونو انجام میدیم. این بار یه اسنپی خانم اومد و یه دونه آهنگ هایده غمگین غلیظ گذاشته بود، اما من نمیدونم چرا خندم میگرفت از اون آهنگ. امروز هم یه دونه کابل نیاز داشتیم که بتونیم فایل رو از توی آیفون بریزیم توی کامپیوتر که اونو خریدیم، اما خریدی نداشتیم. پس دوباره اسنپ گرفتیم و آمدیم خانه. این اسنپ سومی خدایی خیلی با ادب بود و تو رو اصلا حرف نزد و موقعی هم که می‌خواست برسونمون قشنگ خیلی با ادب و محترم رسوند و هیچ اعتراضی هم نداشتش برخلاف بقیه. اینجا هم داشتم از مسیر و ویو لذت می‌بردم که یک دفعه با یک دست اندازه سگی مواجه شدم که اون لذت دیدن ویو رو برام زهرمار کرد. همیشه بعد از اینکه از باشگاه میام یه دونه شیرموز یا یه دونه معجون خیلی ویژه در انتظارم. پس این بارم که اومدم یه دونه معجون ویژه زدم تو رگ که سریعا وارد ماهیچه‌های مظلوم بشه. بعد از اینکه معجون رو میزنم همیشه میرم حموم. معمولا بعد از اینکه از حموم میام یه سری از کارهای عقب افتادم و انجام میدم که امروز کار عقب افتادم داشت که یکی از کارهای امروز مرتب کردن این اتاق جنگ زده بود. پس اولین کاری که کردم رفتم از ایده ها و کاری که قرار بود امروز بکنم عکس گرفتم، چون یه سری از ایده ها کامل نبود و باید کاملشون میکردم. برای همین چون یادم نره ازشون عکس گرفتم، تخته رو پاک کردم تا آماده تامنیل زنی باشیم. بعد از اون رفتم اتاق تا جایی که میتونستم واقعا مرتب کردم. توی یکی از ویدیوها قول داده بودم به بچه‌ها که تیم فیزیکی خودم رو نشون بدم، ولی از اونجایی که تیم فیزیکی رو نچینده بودم رفتم تیم فیزیکی هم چیدم، قشنگ و مرتب و تر و تمیز اون بالا گذاشتم توی دکور ویدیوها. اومدم کار خودم رو زیاد نکنم و اون وسط مسطا بازیکن‌های جدید رو اضافه کنم که یهو مثل دومینو تر زده شد به همشون.
پس از اول چیدم. تیم فیزیکی هم کامل و تر و تمیز چیدم و تحویل دکور ویدیوها دادم. از خودم راضی بودم. معمولا ساعت‌های 1-2 که میرسه مثل الان همیشه میرم 1 ساعت استراحت میکنم. پس این بارم دقیقاً همین کارو انجام دادم. اما از اونجایی که نتونستم درست بخوابم با اعصابی خورد بلند شدم. بعد از اینکه از خواب بلند شدم رفتم سراغ تامنیل. همیشه من روی تخته وایت بورد اون چیزی که فکر میکنم رو میکشم و اونو عکس میگیرم و برای هانی میفرستم. یه سری توضیحات بهش میدم که کدوم باید کجا باشه، چه لباسشون باید چه رنگی باشه، بک‌گراند باید چی باشه و وایس رو واسه هانی میفرستم. و اگه نیاز باشه مثل امروز برای اینکه هانی گیج نشه یه سری عکس‌ها رو دانلود میکنم و خودم بهش میدم. البته جدیدن همه کارا رو خود هانی بنده خدا انجام میده. من همیشه شیر قهوه رو بین ساعت 5 تا 6 میخورم، اما این بار به دلیل درخواست اهالی منزل یکم زودتر خوردم و نشستم سراغ آپلود کردن و تگ و تایتل و واسه ویدیو زدن. معمولا برای اینکه سئو ویدیوها خوب در بیاد چه توی گوگل چه توی سرچ یوتیوب چه توی سرچ گوگل یه سری کلماتو سرچ میکنم که ببینم بار کدومشون بیشتره و کدومشون بیشتر سرچ شده و اونا رو توی تگای ویدیو میزنم. خوشبختانه ویدیوی امروز خیلی سنگین نبود و تگ و تایتل و اینجور چیزاش زودتر انجام شد به خاطر اینکه یه همچین ویدیویی ساخته بودیم و این ویدیو به نوعی پارت دوم اون ویدیو بود. ساعت 3 تا 9 شب من همیشه باید آنلاین باشم و در خدمت بچه‌ها باشم چون ساعت کاری ادیتورا شروع میشه. از هر سوالی داشته باشم من باید جواب بدم و در اسرع وقت کارو پیش ببریم. بعد مثلا که گذاشتی اون عکس رو دیگه روی یعنی اون کارتایی که بازی میکنن تکلیفشون مشخص میشه. مثلا الان بلینگام مال بازی کردن مات کنی. همیشه من از ساعت 6 تا 12 شب میرم توی رکورد و ساعت کاری بچهای ادیتورمون هم از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 9 شبه. من توی این زمان یعنی در حین اینکه دارم ویدیو رکورد میکنم باید حواسم باشه که اگه بچه‌ها پیام دادن ویدیو کمج فرستادن که حالا اصلاحیه داشته باشه نگاه بکنم بهشون بگم در حین رکورد. و معمولاً هم شبا 2 تا ویدیو بلند میگیرم و این یکی از ویدیوهای امشبم یه ویدیو بلند دیگه میگیرم و 2 تا هم ویدیو شورت میگیرم. 2 تا ویدیو شورت هم میگیرم. برو بریم. یه چیزی می‌خواستم بگم. اگه ازتون سوال شده که چرا من روی اینو پوشوندم به خاطر اینکه این سافت باکس با اون یکی فرق میکنه. الان بهتون نشون میدم اونم. این چیزه. اینو اگه بردارم نورش خیلی زیاده. یعنی روی 1% هم نورش یه مقدار زیاده و یک مقدار اون سافت بودن نداره. واسه همین من اینا رو گذاشتم. وقتی که شما کاغذ میذاری روش نور سافت میکنه. حالا نمیدونم چجوری سافت رو توضیح بدم. نور رو نرم میکنه و یه مقداری هم از روشناییش کاهش پیدا میکنه. همیشه قبل از ویدیوها عادت دارم که بلا استثنا توی 90% مواقع باز دوباره صورتم با صابون بشورم چون صورت چرب واقعا اذیتم میکنه و توی دوربین بد دیده میشه. ساعت 6 تا 12 شب تایم رکوردمه. بعد از اینکه عینک و صورتمو شستم برای رکورد ویدیو رفتم سراغ کمد لباس تا لباسی که به اون ویدیو میخورد پیدا کنم. میخواستم لباس مدیر بلاغازا بپوشم ولی یادم اومد که این لباس رو خیلی پوشیدم و جدیداً واسم تنگ شده. پس رفتیم سراغ یه لباس دیگه به نام لباس مشکی و اونو پوشیدم و آماده رکورد ویدیوها شدم. تا اومدم ویدیو رو شروع کنم دیدم یکی از ادیتورها ویدیوی کم حجم فرستاده. پس اولویت